سلام و درود دوستان محترم هواداری کانال و خصوصا مردم سامانیان و خصوصا مردم خیرخواه. راستی گپ کارهای آبادانی برافته شده در همین دیار عزیز ما سامانیان. خدا خیری مردم سخاوتمند خداوند دهچند کند و زیاده کند. این چنین خیلی میخواهند از همین نفت اسکوچی آب نوشی آب شیرین تا نزد مسجد راگیفه بخواهد تروباش نم کنند و این چنین همینجا ازبراس از این پهلوی بینه سرخ گویم آبش دم شده میستد برای خاطر به همین تروبای کنده از نفت پس کرده چند طرف دیوال میکنند تا اینکه همین آب در همینجا توپ نشود. دوستا راستی با کسایی که میخواد سهمش گذارندگان حتما به همین وظیفه داره که در همین کار سر و کار دارن میتوند حصه خودش گذارد. دوستا این راستی راه سازی آب این دیگه چیزا به نهایت سوایت کلان دارد. دوستا نه راستی همه شنیدگی همه میداند درجاتش کاره خیر با اون چین میگن یک سنگ در راه بیرم میکنی البته تو ثواب میگیری. و گفتی روسایی که تیمول اینجا خیلی راههای کارهای آبادانی شده ایستاده است. راستی اینم یک خیری خوبی است برای مردم دیار ما. دوستان کار کردن گیره بهزاد چطور کنه بیدی گیره نبنده پرشم گیره بار دیگر میگم کسانی که میخوان در همین کار خیر خوش شوند حتما همین وظیفه داره همین کار خصوصا باقی ملاسید چی میگود و گفت رسو ابرشست میکنید یک کلمه را نیافته همین کلمه رو تغییر کرده ابرشست میکنید یک دستگیری ها تا باشد دیگر دستگیری میکنید. اینجا تروبار آهنی میکنن پلاسماسین و دیگر خلاصه آبادی. چیزی سیون کرده نه
1 euro ma. صاحبکارو باشه دیگه این فرصت هر روز بری شما تروبو نم نمیکنه که صاحبکار باشه دیگه همت خودش یک نشون تیا این بزن تو دار تاکسی اسکه همینجا تروبوی وای در کن سدی در کن اوهنی می نمینم از بیست می برای خاطری ارواح گذراندن چون که پلاسماسی خودش میموند که با ماشین وزمین گذارد پچق کردنش ممکنه شلنگه برای خاطر و هستن صاحبکاروی امی دیو میتونید فرصت از دست نداده امی کار به چسب دوستان بازم میگم هر سال تروبو آلیش نمیکنن یا ما پچق شد اونجا گل هول فوران کردیم و برای شرطیه در اونجا هولی برای شرطیه